بچه‌شون غذای مسافرای بومگردی که به سفارششون ماهی و چقدر طول میکشه دوختن هر کدوم؟ آفرین به هنرتون. این سوزنی چیه؟ جوالدوز میگی. جوالدوز الان هم کسات فولاده. با طرف هم زنجان نبود. سلام حالتون چطوره؟ به یکی دیگه از ولاگای من خیلی خوش اومدید. امیدوارم حالتون خوب باشه هر جای این دنیا که هستید. ما امروز برستر هستیم. قرار گذاشتیم که برای تولد مامانم آجی نسترن داره منجی کیک درست میکنه میاره با خودش. من و آجی سهرم داریم میریم خرید براش یک کادوی تولد بگیریم و همه دوره هم قراره بریم اقامتگاه پیش مامان و بابا. با ما همراه باشین تو این ولاگ تولد. لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره. چی ببینیشون؟ رفتن آب بیارن میگه نه تو ماشین که اینجا خود دبره بگو بیان آوردم اون داداش یعنی به همه گفته بود آردو؟ به همه گفته بود آردو؟ آره نه من گفتم شفو گفتم بیارم بچه‌شو نیومدن. اونا نهار خوردن فقط آیسا نخورده بچه ها خوردن نهار. آره داداش آره اینا غذا برای مهمونه اقامتگاه دم بکشه. اینم غذای مسافرای بومگردی که به سفارششون ماهی و لوبیا قاطق میشه دیگه. باقلا قاطق. کیک خونگی. سلام حال همگی چطوره؟ خوب هستین؟ امیدوارم که حالتون خوب باشه. صبح زیباتون بخیر. ما امروز صبح با سه تا آجیا تصمیم گرفتیم بریم سمت روستای کلیشم که یک دریاچه خیلی معروف داره به اسم دریاچه خلشکو، درسته؟ که توش ماهی‌های خیلی بزرگ و خوشمزه‌ای داره. قرار بریم اونجا ماهیگیری. همراه ما باشید تو این روستاگردی و تو این طبیعت گردی.
ما اینقدر ارتفاع رو اومدیم بالا، یعنی الان اون روبرو روستای داماشه، اینجا میجره هم چیز میشه دیگه، هم سطح روستای داماش. یعنی شما خیلی فکر کنم ارتفاعش بالاتر باشه، درسته؟ خیلی از اینجا بالاتره. برف هم که میاد اینجا 1 متر میاد، اونجا 2 متر میاد. مثلا برفای کلیشم تو شهر جزء شهرستان رودبار میشه، بخش امارلو، درسته؟ فاراب میشه. بعد اینجا خورگام داریم، امارلو داریم، اونجا هم فاراب. بعد برفای خیلی سنگین و خیلی با ارتفاع زیاد. نگاه دورفک رو بریم ما هم سطح. این گرزنه چاک. من خودم اولین بار از این طرف اومدم، یعنی کلیشم چندین بار رفتم ولی از جاده های دیگه رفتیم. اینجا تو زمیناش گزنه، همونی که میزنه آدمو. گزنه که چیزه؟ قبلا اسمش هم از همون گرفتیم، گزنه چاک. چاک به زبان همون زمین و محلت کوهایی. این قشنگه اینجا انقدر ارتفاع بالاست دیگه، پوشش گیاهی جنگلی نداریم، فقط اون تک درخت رو بگیر چقدر قشنگه. بالا سرش میبینی سبزه، چمنه. آره. اونجا چشم هستا. خیلی قشنگه. اینجا 2 خانوار زندگی میکنن. اون سمت میشه سمت دیلمان. دیلمان. آره اون جنگلای دیلمان. آره این ور که داریم میریم دیگه مسیرم خاکیه، میشه سمت کلیشم. هوا اینجا خنکه. اینجا دیگه تک درخت‌ها خیلی کمن، یه دونه اینجا یه دونه اونجا. تو اون درم انگار آب هست ولی سبزه. آره آب هست، اینا معلومه. حوضچه هست. زیبا. گله رو میبینی؟ از دور انگار گله گوسفند، ولی همشون گاون. کل روستا گاواشونو میدن مثلا به یه دونه چوپون، یه دونه گاودار و بهش حقوق میدن. اینجوری نیست که هر کی گاو خودش مثل گله گوسفندا. آفرین. ما قبلا تجربه اینو داشتیم، من آقا سعید 3 روز اومدیم کلیشم موندیم و تو این روستا تو تابستون، یکی از روزهای گرم تابستون اینجا موندیم و خیلی جالب بود که اینجا هر کس گاوای خودش رو به چرا نیورد دیگه، مثلا هم مسئولیت همه گاوا با یه نفر بود، حالا یا نوبتیه یا چجوریه، ولی این سیستمو دارن. خیلی جالب بود برامون. رسیدیم به این دریاچه زیبا. ما از اون باید بریم. باید دور بزنیم. بقیه زودتر از ما رسیدم و یکم دیرتر از بقیه اومدیم. اونا مستقر شدن. چه بادی میزنه. سلام خوبین؟ دست برن کو. سلام خوبین؟ سلام. خسته نباشید. آره ماکارونیه. با اینو ماهی میگیریم؟ اینجا روستای کلیشم. من و سحر و شیدا جون دوستم با هم دیگه 3 خانوما اومدیم روستای کلیشم. نسترن هم بود، اونا همه گرم ماهیگیری بودن دیگه. ما 3 نفری اومدیم، بچه‌ام تو آب دارن آب بازی میکنن. بریم داخل روستا رو بهتون نشون بدم. خسته نباشید. فکر کنم به اینا میگن پالان، درسته؟ پالان، این پالان اسب است، قاطر است. پالان اسب. خودتون میدوزین؟ بله میدوزین برای فروشی، برای مشکلات مردم. همینجا تو محل میخرن دیگه یا از محلهای دیگه هم میان؟ از شمال هم میان میخرن. از شمال میخرن.
اینجا هم میخرم اونجا هم میخرم همه میخرم. چقدر طول میکشه دوختن هر کدوم؟ یه دونه پالان یه روز میدوزیم. آفرین آفرین به هنرتون، خسته نباشید. پالان یه روز میدوزیم. بعد قیمتش چجوریه؟ قیمت از 4 میریم تا 5. خسته نباشید. خوبی؟ چه شغلی، سلامت باشیم. جالب، سفت و محکم. توش چوبم میذارین یا نه فقط با کاه میدوزین؟ با کاه. فقط با کاه. فقط با کاه. با کاه میدوزیم، با پارچه هم از قزوین میگیریم میاریم. بله. این مقدار جنس ها گرم شده دوباره. اینجا فکر کنم خیلی برف زیاد میاد. نه اینجا شنیدم خیلی برف زیاد میاد. زمستان بله برف اینجا میاد. مثلا تا 2 متر. کوهستانه دیگه، اینجا برف زیاد داره. خیلی. انشالله موفق باشید، خسته نباشید. ممنون از شما. گرفتی؟ بله مرسی. اسم این سوزنی چیه؟ جوالدوز میگیم. جوالدوز. الان هم کسات فولاده. پارسال رفتم زنجان نبود. یعنی چی؟ یعنی کمیابه سوزنش. بله. اینا قدیمی. یعنی فلزش سنگینه؟ بله نه سبوکه سوزنه دیگه. این شکستگی از اول مال خودشه؟ نه همونطوری درست کردن. بله. چه خوب. انشالله که موفق باشید. دست شما در نکنه. زنده باشید. خداحافظ شما. خداحافظ شما. خداحافظ. خب اینم داخلی روستای کلیشم. اینجا انگار بازارچه‌شونه. آخه بریم چای بخوریم. چقدر ولی خشکه، نه ما عادت نداریم. آخه چقدر پیر و خمیده شده دیگه. دریچه خلشکو. ما رفتیم روستا، یکم اونجا دور زدیم، گشتیم، اومدیم اینجا. مثلا اینجا اصلا هیچ درختی وجود نداره، یعنی خیلی آفتاب و اصلا درخت سایه وجود نداره. باید همینجا تو آفتاب بشینیم. ولی خب هوا خنکه. که ما بین 2 تا روستای کلیشوم و خرمکوه. خرمکو از این ور راه داره، کلیشوم این ور. حدود 30 سال پیش یه درگیری شدیدی سر همین دریاچه شد. اینجا یه 7-8 نفر کشته شدن. درگیریش انقدر شدید بود که پاسکا و اینا دخالت کردن، دیگه مامورا رو گروگان گرفتن. پاسکا رو خلسلا کردن، سلاح‌ها رو گرفتن. بعد دیگه از به خاطر چی؟ سر همین تصاحب این استخ. اینا میگفتن مال ماه، اونا میگفتن مال ما. همین خلیج فارس. این کوچیکشه جنگ دیگه. نیرو اومد و چند تا کشته دادن و اینا رو گرفتن. خیلی از زندان رفتن. خیلی الان شد مال کجا این دلیل؟ مال کلیشوم. ما که نمیدونیم مال اوناست یا اونا، ولی خب یعنی بین 2 تا روستاست به خاطر این. خرمکو پایین استخ کلیشوم میاد بالا دست. فکر کنم اینا موفق شدن. کلیشوم بعد کلیشوم میاد تو تهران، آشنا زیاد دارن تو بالا مالا. همه‌شون الان رفتیم داخل روستا، همه پلاک تهران بودن. همه تهران، همه. اینجا چون که اصلا هیزم و درخت سایه و اینجور جنگلی نبود، تصمیم گرفتیم رو پکنیک میرزا قاسمی درست کنیم امروز بخوریم و خیلی یهویی و صبح زود حرکت کردیم. هر چی که تو خونه‌مون بود جمع کردیم آوردیم. الان میخوام تخم مرغ بشکنم، بعد میرزا قاسمی بهش اضافه کنیم که برای دیشب رو آتیش درست کردیم.
میرزا قاسمی. نون و پنیر هم داریم. نون و پنیر. این هم از سفره ما، یه نهار ساده و یه هویی. بچه ها بیاین. بهترین نهاره. شما هم این قلاب ماهیگیری دارید؟ دزدیدیم آره. مال خودشه. نه فهمید اصلا کجا دزدیدیم. فصل گردوی تازه هم رسیده. چند تا چیدم که ببینیم داخل چجوریه. برای سال یکم دیرتر از بقیه جا میرسه. افتاد. من و آقا سعید و آریسا و المیرا اومدیم دریاچه. آب دریاچه خیلی رفته پایین. اینجا هم جلبک گرفته. اومدیم از یه زاویه‌ای که تا حالا براتون ویدیو نذاشتم از دریاچه برای شما ویدیو بگیرم. بریم یکم قشنگی ببینیم. سعید در ماشین رو باز بذار، من میترسم اگه اومد برم تو. انگار چیز حمله میکنه. غذا میکنه. گفتی بیا اونم داره میاد. ای خدا این که خونکه اینجا. سعید رفت تو آب. چرا؟ داره بازی میکنه. یه تکون میده خوش میشه. حالا نریزه رو ما. یه تکون داد خوشم. وای چه خوشگله. آریسا و المیرا بریم دارم اونجا تاپ میخورن. بدو بدو بدو. یا خدا من میترسم. سعید برو. سعید تو رو خدا. سعید تو رو خدا. سعید بگو بره. سعید اومد. بابا کار نداره. سعید برو. گاز بگیره من خلاص میشه. سعید من اومدم تو ماشین. آخه اونم رفت تو آب. دمای بدن سگا خیلی بالاه. ضربان قلبشون بالاه. همه دریاچه رو جلبک گرفته. یه ماهی افتاده لب سر. قبلا اینجوری نبوده نه؟ آره. برو بگیر فیلم. ماهیای تمیزی داره اینجا. آره. همه دریاچه جلبک گرفته. انگار پاییز شده اینجوری شده. تابستون اصلا این جلبک ها نبود. پاییز. الان خودم یهو خندم گرفت. گفتم الان پاییز شده دریاچه اینجوری جلبک زده. تابستون اینجوری نبود. بچه اینجا هوا امروز کاملا پاییزی خنکه. اینقدر که ما گفتیم هوا پاییزیه، من به اشتباه گفتم هوا پاییز شده دریاچه جلبکی شده. تو آقا سعیدم میگه من فکر کردم پاییز اومده. اصلا اینجا هوای پاییز. آره هوای مه ماه. مه نگاه بالا رو. آره ببینید اون مه رو ببینید خنکی و هرچند که با ویدیو نمیشه نشون داد ولی خوب این هوا ما رو به اشتباه انداخت و گفتیم هوای پاییزی. سکوت پاییز آخه. اینجا هم خیلی قشنگ. ما با ماشین تا اینجا اومدیم.
بچه بیاین. خب سپیده جان چیکار میکنی؟ من دارم گندم پاک میکنم. خیس دادم گندمو. امشب تو حیاط خونمون دور همی داریم شب نشینی. قراره که خواهرم اینا بیان، دوستان بیان، دور هم باشیم. اینم میزمون با گلابیای محلی، هم مامانم داده هم مادر شوهرم. اینم صندوق باغ مادر شوهر پدر شوهر که امروز زحمت چیدنشون رو کشیدن دادم بهمون. گندم مهمونام اومدن. آره دونه دونه دارم میام. آریس هم که داره تاب میخوره. باش. بفرمایید. خوش اومدید. سلام. خب گندم هم که اینجا باید درست کنیم. خب این هم از گندمم که تموم شد. آجی سرینا اومدن. این جارویی که اونجا چیز میکنم کوچیک‌تره. آره. اونم برای چای. هامی مراقب باش. هامی چیزه. تون دوباره. آره. هامی سلام هامی بیا بخیر بیا. ممنون که تا آخر این ولاگ همراه ما بودید. مرسی از قلبای مهربونتون که لایک میکنید. ممنون از کامنت های پر انرژیتون که به هم کلی انرژی میدید. زنگوله رو فعال کنید. اگه تا الان سابسکرایب نکردید سابسکرایب کنید و همراه همیشگی ما باشید. خیلی دوستتون دارم. تا ولاگ بعدی، خدا نگهدار.